مغز یه آدم ایدئالگرا اینجوری عمل میکنه، چون پتوش نسبت به قدش کوتاه‌تره تا صبح با این پتو ور میره تا بلکه زیر این پتو جا بشه. اما یهو به خودش میاد میبینه ای دل غافل، صبح شده و هیچ لذتی از خواب شبش نبرده. این پتو زندگیه. کسی که یک کوچولو آگاه باشه میدونه از قصد این زندگی رو کوتاه و ناقص آفریدن. چرا؟ چون اگر کامل و بدون نقص بود، انسان مثل یک باتلاق راکت میگندید و میپوسید و تنها دلیل جاری بودن انسان ها همین نقص زندگی است. پس بیایید زیاد با این زندگی ور نریم. این سایزش تغییر نمیکنه، به کمال نمیرسه، وگرنه به خودمون میایم میبینیم ای دل غافل، انقدر درگیر بالا پایین کردن این پتو بودیم که فراموش کردیم بخوابیم. لطفاً در زندگی کردن ایدئالگرا نباش.